وقتی اسم نیروهای ویژه میاد همه یاد آمریکا و روسیه میافتن، ولی کمتر کسی میدونه ایران هم یگانهایی داره که در دنیا کم نظیرن. نیروهایی که در کوه، دریا، کویر و حتی پشت خطوط دشمن مثل سایه حرکت میکنن. قهرمانانی که اسمشون ترس به دل دشمن میندازه. امروز با هم میریم سراغ 10 یگان ویژه ایران که شاید باور نکنید چه کارهایی کردن. آماده اید؟ پس کمربندتون رو ببندید، قرار سفری پر از آدرنالین داشته باشید. شماره 1. یگان صابرین سپاه. مشهورترین یگان سپاه پاسداران. لقب کماندوهای مخفی. دوره‌های فوق سخت در کوهستان، بیابان و شرایط بدون غذا و آب. سربازها باید چندین روز بدون خواب، غذا و آب دووم بیارن. حضور پررنگ در جنگ روسیه علیه داعش. خیلی ها میگن صابرین ها بودن که در آزادسازی شهرهای کلیدی مثل البوکمال و تدمر نقش اصلی رو ایفا کردن. یکی از فرمانده‌ها تعریف کرده بود که نیروهاشون در دل شب کیلومترها توی کوهستان حرکت کردند تا دشمن رو غافلگیر کنن. ویژگی‌های خاص: آموزش چریکی، جنگ نامنظم، تیراندازی دقیق از فاصله بالا. شماره 2. تکاوران ارتش. یکی از قدیمی‌ترین یگان‌های ایران، تشکیل شده قبل از انقلاب. ویژگی: متخصص عملیات در 3 محیط متفاوت: دریا، جنگل و کویر. در جنگ ایران و عراق تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر به شدت جنگیدند. اونقدر مقاومت کردند که حتی دشمن‌ها بهشون لقب شیرهای خرمشهر رو دادن. آموزش‌ها: تمرین شنا در آب‌های یخزده، رژه در گرمای کویر، زندگی در دل جنگل. خیلی ها میگن تکاور بودن یعنی جنگیدن تا آخرین نفس. شماره 3. نوهد. کلاسبزهای ارتش. نیروی ویژه هوابرد ارتش، معروف به کلاسبزها. تخصص: پرش از هواپیما با چتر، عملیات در پشت خطوط دشمن و خرابکاری در پایگاه‌های دشمن. آموزش‌ها: تمرینات طاقت فرسا در ارتفاعات و پرش از هزاران متر ارتفاع. در جنگ این نیروها بارها پشت خطوط دشمن نفوذ کردند و حتی پل‌ها و پایگاه‌های مهم عراق رو منهدم کردند. خیلی‌ها میگن کلاسبز بودن یعنی تحمل شرایطی که حتی فکر کردن بهش هم سخته. شماره 4. یگان فاتحین سپاه. تخصص: جنگ شهری. اینا همونهایی هستن که توی سوریه خونه به خونه جنگیدن. لقب: شیخ‌های ایران، چون معمولاً شبانه و بی صدا وارد میشن. عملیات: پاکسازی محله‌های پر از تروریست در سوریه. خیلی از رسانه‌های خارجی هم به قدرت این یگان اشاره کردند. ویژگی‌های خاص این یگان: استفاده از تاکتیک‌های سریع، سلاح‌های سبک و تیم‌های کوچک اما بسیار مؤثر. شماره 5. تکاوران دریایی سپاه. تخصص: عملیات در دریا و ساحل. ماجرای دستگیری دزدان دریایی سومالی در خلیج عدن وقتی کشتی ایرانی گروگان گرفته شده بود، این نیروها در یک عملیات شبانه موفق شدن کشتی را آزاد کنند. ویژگی: استفاده از قایق‌های تندرو و آموزش غواصی نظامی. شماره 6. یگان امداد و گروگانگیری ناجا. وظیفه: مقابله با گروگانگیری‌ها و عملیات‌های شهری. بارها در تهران و شهرهای مرزی به عملیات رفتند، مثل آزادسازی گروگان‌ها از دست قاچاقچیان مسلح. ویژگی: تمرین ورود سریع به ساختمان‌ها، استفاده از تجهیزات ضد تروریستی. شماره 7. یگان حفاظت ولی امر. محرمانه ترین یگان ایران. وظیفه: حفاظت از رهبر ایران و مقامات عالی. ویژگی: ترکیبی از آموزش‌های رزمی و حفاظتی در بالاترین سطح. کمتر دیده شدن اما همیشه حضور دارن. میگن آموزش‌هاشون حتی از یگان‌های خارجی هم سخت‌تره. شماره 8. یگان ویژه مرزبانی. محل فعالیت: مرزهای شرقی و غربی ایران. وظیفه: مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌های تروریستی. عملیات: درگیری‌های سخت در سیستان و بلوچستان. خیلی وقتها در شرایطی می‌جنگن که حتی هواپیما و هلیکوپتر هم نمیتونه پشتیبانی کنه. ویژگی: زندگی طولانی در کویر و مناطق خشک. شماره 9. لشکر بدر. ارتباط: نیروهای نزدیک به ایران در عراق. عملیات: جنگ‌های سنگین علیه داعش در عراق. ویژگی: همونقدر که در عراق معروف شدن، در رسانه‌های خارجی هم اسمشون زیاد شنیده شد. همکاری مستقیم با یگان‌های ایرانی در خط مقدم.
شماره 10. یگان ضد خرابکاری ارتش. وظیفه حفاظت از تأسیسات حیاتی کشور مثل پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و مراکز مهم نظامی. معمولاً کمتر دیده میشن چون کارشون مخفی و امنیتیه. اگه این یگان نباشه، دشمن میتونه با خرابکاری اقتصاد و انرژی ایران رو فلج کنه. ایران نشون داده که فقط روی کاغذ قدرتمند نیست. نیروهای ویژه‌اش در میدان واقعی جنگ خودشون رو ثابت کردن، چه در خرمشهر، چه در کویر سیستان و چه در کوچه‌های جنگ زده سوریه. این سربازها فقط جنگجو نیستن، بلکه قهرمان‌هایی هستن که امنیت ما مدیون اونهاست. به نظر شما کدوم یگان ویژه ایران قوی تره؟ برامون توی کامنت ها بنویس. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.